خوب من بودم مجلس بیار بگد بعد از نیم ساعت آمد دو دختر آورد یک تاش خوار خودم ضرورت ندارد که همون 5 سمه شما در همون زنی فاحشه میده یا همون یک عطره که یا گله که برای همون فاحشه بخره همون برای همسر خودتان خره برای عروس خودتان خره چی زندگیتان شیرین میکنند حتما به خاندان وی زنا میکنند او کسانی که زنا میکنند خیالشان خام که خاندان وی امین میمونند در حق برادرت خیانت کردی همون زنی که تو به او میرسی یا مادری کدام جوان جزای کسانی است که در خانهش عروس دارد و با زنی مردم خیانت شو مسلمان میگم زنا کند ایمان از بدنی وی میبرد این شرمنده باد مسلمانه که بسا به سبب یک ساعت خودتنده خوش از ایمان جدا کند کسلی سپید که امروز جامعه بشری در تهلکه افتادیند این نتیجه زناگاری است این نتیجه بیبندوباری است این نتیجه باور کنید از زبان یک آدم خوب شنیدم یک جوان از قشلاق راحتی یک جوان فاسق خودش این کاری کرده است بگد همراه رفیقم در شهر استراحت میکردیم و گفت که بیا یک جا معیشت کنی میرویم بگد یک خانه رفتیم این صحبت کردیم معیشت کردیم نوشیدیم زهر خورد دیلایی ثانی میگه جورش گفت که من رفته دو دختر بیارم شب استراحت کنیم باور کنید این دروغ نیست این خوب من بودم مجلس بیار بگد بعد از نیم ساعت آمد دو دختر آورد یک تاش خوار خودم خواهر خودم میگه یک تاش آن نام پدرشم گویم یک مسلمان ایجابی زندانه خوب نیست کن میگم من خودم دیگر ندانستم چی کار کنم جورم هم گفتم که من یک بیرون میبرم گشتی میبیام همین بیرون برام دیگه برام بوده برفتم دیگه ندارم بودم این است عزیزان من این رسول اکرم در یک حدیث صحیح میفرمایند من زنا زنی بهی کسی زنا میکند حتما به خاندان وی زنا میکند او کسانی که زنا میکنند خیالشان خام که خاندان وی امین میموند در حق برادرت خیانت کردی همون زنی که تو به او میرسی یا مادری کدام جوان است یا خواهری کدام جوان مرد است یا زنی کدام جوان مرد است مانند خودت باری در وقتی شهوت چشم کور میکند این فکر نمیکنی خوب دام که روز همسری تو رو کسی همین کار میکند من یزنی یزن بهی ولو بجداری حضرت شافعی میگن کسی زنا میکند حتما روز در خاندان وی کسی را زنا میکنند خواه خواهر شد خواه مادر شد خواه همسر شد خواه دختر شد میکنن این کارا بنابر جوانای عزیز هیچ ضرورت ندارد که همون 5 سمه که شما در همون زنی فاحشه میده یا همون یک عطره که یا گله که برای همون فاحشه بخره همون برای همسر خودتان خره برای عروس خودتان خره چی زندگیتان شیرین تر میشود بالایی که عذابی که فقط در پیشگاه خدا دارید 1 ساعت خرسندی دارد زنا اما 1 عمر وی حسرت دارد پروردگار جوانای ما را از این راههای بد از این راههای ضلالت و گمراهی نگه دارد در باب زنا من یک نوار دارم یک فیته کسیته دارم کدامت میخواهی بسیارتر در این باب تصورات حاصل کنه همون کسی در گوش کنه جوانای خوب گوش اندازه فردا فقط پشیمان میشه شاعر میگوید که پشیمانی ندارد سود بعد از خاک گردیدن درباره عرق که به صحبت بکنم اینا که همون واقعی که برای من اون مصفید گفت واقعی خیلی تأسف آور است که امروز در بین تاجیکای ما در بین مسلمانای ما این کارها میشده است من در کتابهای بدهی خواندم
من در فیلم ها دیدگی هستم که در اروپا با خواهرش با کشتامونش میرسد، با مادرش میرسد، اما در مسلمان ها اکنون این شنیده ایستادن. اگر این رفتار ادامه یابد، حالا ما 9-10 سال که دموکراسی را قبول کردیم، اگر همین رفتار ادامه یابد بعد از 10 سال دیگر فرق نمیکند این خواهر است یا زنی برادر است، دیگر فرق نمیکند. این آرامش از نکاح حاصل می شود. لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. دویم فایده نکاح این است که خدا میگه به سبب نکاح بین عروس و داماد من دوستی پیدا میگردانم. یعنی این دوستیه که بین زن و شوهر است از سبب نکاح است. جوانای خوب، اکثر شما امروز دیدی ساده در فیلم ها فاحشه خانه ها رو دیدی ساده که زنهای فاحشه با مرد فاحشه به مجرد تمام شدن علاقه جنسیشان به یکدیگر نفرت دارند. نه مرد او رو میخواهد دیدن و نه او فاحشه این مرد میخواهد دیدن، اما پولش میگیرد و از دیدار او بیزار است. اما نکاح برای زن و شوهر روز تا روز محبتشان زاید میگردونه. به مسافیدا رو ببینه 50 سال 60 سال با همسراشان زندگی کردن، حالا طاقت ندارن که پای همسرش دخار زنن. در کجا گردد اول خانه دارد از همسرش بپرسد، بچهش میپرسد که مادرم کجاست. یعنی این از سبب نکاح است. بنابر قرآن میگه و جعل بینکم موده. خدا هست که به سبب نکاح در بین شما دوستی پیدا کرد و رحمه. یعنی دیگر فایده نکاح این به وجود آمدن فرزند است. مراد از رحمه مفسرین کرام فرزند تفسیر کردن، نبیره تفسیر کردن، عبیره تفسیر کردن. فایده دیگر نکاح این به دنیا آمدن فرزند است. فایده دیگر نکاح این ادامه نسل است. از نکاح است که الحمدلله من ما و شما به دنیا آمدیم، پدر داریم، مادر داریم، از پدر و مادر خود افتخار میکنیم. اگر رفت از راه حرام، از راه زنا به دنیا آمده باشد کدام شخصه پدر و مادرش معلوم نباشد یا پدرش معلوم است و مادرش معلوم نباشد، این جوان در جامعه هم خجالت زده جوان است، در نزد رفیقاش هم خجالت زده است، در که برای وی پدری معلوم نیست کی از پدرش. بنابراین یکی فایده نکاح این به وجود آمدن نسل است، یعنی ادامه نسل است. از این سبب خدا نکاح هم نعمت گفت که آیله تشکیل می شود، بعد از آیله محله ها آباد می شود، بعد از محله ها جامعه ها تشکیل می شود. همه این با سبب نکاح است. از این سبب رسول اکرم نکاح سنت گفتند، عبادت گفتند. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خدا میگه در این آفرینش مرد و زن و یک جای کردن اونها به واسطه نکاح خود دلیل است بر وجود خدا برای کسانی که فکر کنند. اگر نکاح نمی بود عزیزان من، اگر یک مرد خاص یک زن نمی بود، حال جامعه چی میشود؟ حال دنیا چی میشود؟ از این سبب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح به جوانای امت خطاب میکنند که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جوانهای اسلام، ای جوانهای مسلمان، کدام از شما به سن 20 و 21 رسیده و این قوه شهوانی در شما که به جوش آمد، به خروش آمد، شما زن گیرید، برای خود همسر گیرید. زیرا که این شهوت خیلی قوی سرکش است. وقتی که شهوت به جوش بیاد، هر چه تو آدم میتواند او شرمنده کند. امروز ما بسیار خواهرای خودم میبینم شرمنده شدی ایستادن. برای چی؟ فاحشه شدی ایستادن. در گزیت روزی نو من خواندم یک ریدی مخصوصی که حکومت گذرانیده است، در یک شب 48 دختری فاحشه را از کوچه قپیدیان.
برای خاطر 5 سوم 3 سوم. بنابر این شهوت خیلی قوی خطرناک است. بنابر برای پیش او را گرفتن، برای او را آرام کردن، برای آتشی وی آب زدن، خدا نکاح امر کرد. بنابر جوانها باید زن گیرند و دخترها در نوبت خود شوهر کنند. رسول اکرم بودن فإنه اغض للبصر و احسن للفرج. نکاح پوشاننده چشم شماست، یعنی چشم شما را از حرام نگه می‌دارد. البته جوانی که همسر داشته باشد او هیچگاه به زنهای بیگانه فاحشه نگاه نمی‌کند، یا که دختری که وی شوهر داشته باشد و هیچگاه به جوان بیگانه نگاه نمی‌کند. اگر وی ناموس داشته باشد، اگر وی ایمان داشته باشد، آن چیزی که دلش میکشد در خانه خودش پاکیزه‌تر، حلالتر، گواراتر و بی‌شبهه‌تر موجود است. خوب کسانی که خدا وی بدبخت کرده باشد همسرم داشته باشد به همون راه میرود کو، اما عاقل آدم خودش میتواند وقتی که همسر داشته باشد نگاه دارد. بنابر رسول اکرم به ما و شما تعلیم دادن وقتی که شما در کوچه یگان خانم رو میبینه که از دیدن وی شیطان شما رو بردار میکند، تماشای او کن، دلتان اگر یگان جنبش پیدا کند زود به خانه تاره میگفتن با همسر خودتان علاقه جنسی کنه، او خیال او آرزو از دلتان زود خاموش شده میرود، دور میشود. بنابر رسول اکرم فإنه اغض للبصر و احسن للفرج. پدرای عزیز، ماننده که جوانها را پدراشان برای خواستگاری خانه دختردارها میروند، اسلام در نوبت خود پدر و مادرهای دختر هم سفارش میدهد که برای دختراشان همسر کابند، زیرا همون شهوتی که در جوانها است در دخترها در زنها ضعیفتر است از جوانها، زیرا که خجالتی که دختر برای پدر و مادر میبیارد وی ضعیفتر است از خجالتی که بچه میبیارد. بنابراین باید پدر دختر و مادر او جای عیبش نیست وقتی که در همسایگیش یا در محلش یگان جوان با آداب و خوش اخلاق است، خودش رواد پدری همونو گردی بیا دختری من کلین کن. صحابه های رسول اکرم خودشان خانه بچه دارها میرفتن، میگفتن ما دختر داره، مگر شما خواهش داشته باشه او رو کلین کنید. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که دخترشان حضرت حفصه شوهرشان وفات کرد خوشان خواستگاری آمدن، رسول اکرم گفتن که دختری من شما ازدواج کنید، درک اونها ایمان داشتن، اونها رو ایمانشان بالاتر از ناموسشان بود. حالا ما پدر و مادرها یگان جوان تکلیف کنه که بیا دختر میگیر به خود ما ناموس میدانیم، عیب میدانیم که نخواد من دختر به پیشکش کنم. اما وقتی که دختر ما در کوچه ها با سر لوچ و با کرکی آستین کلته میگردد این در رشک نمیکنیم. دختر ما شبها ویچر میرد نمیبیاد پگاه بیاد این در رشک نمیکنیم. در ماشینه های بیگانه سوار مردان میرود و رامید میرد در این رشک نمیکنیم. اما خود ما یک جوان خوب بردیم بیا دختری من کلین کن این در رشک ناموس میکنیم. این ناموس نیست. از این سبب پروردگار امر کرده از پدر و مادرای دختران را هم و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم. ایما در این زنها را خدا خود میگوید، یعنی ای پدر و مادر در خانه شما اگر پسری به بلاغت رسیده باشد یا دختری به بلاغت رسیده باشد شما برای اونها را ازدواج کردن حرکت کنید، برای اونها داماد یابه، برای پسرتان باشد عروس انتخاب کنید. از فقیری از کمبغلی خدا میگن نترسید. رسول اکرم در یک حدیث صحیح میگویند پروردگار وعده داده است، کفیل شده است که هر جوانی برای خاطر خودش از زنا نگاه داشتن قرض کرده اگر زن گیرد من خود کفیل هستم که قرض او رو زود ادا میکنم. یعنی یک سبب پیداش میکنم که ثانی همون پول میاد و قرض میدهد خلاص میشود.
از این سبب عزیزان من نکاح این نجات دهنده جامعه است از هلاکت. ببینید امروز از سبب جوانهای ما و جوان دخترهای ما از نکاح دور شدنشان دنیا به چی مرض مبتلا گشته است؟ کسلی سپید که امروز جامعه بشری در تهلکه افتادیند، این نتیجه زناگاری است، این نتیجه بیبندوباری است، این نتیجه فحشاست. برای چی گذشتگان ما تو سپید نبود؟ برای چی گذشتگان ما سیفلیس نمی دانستند؟ برای که اونا پاکیزه بودند. درباره سپید البته شما خودم در تلویزیون و گزیده ها روز خوانده است، من صحبت نمی کنم، اما این که در گفتنی هستم جوانای خوب که نکاح ما شما را از زنا نگه می دارد. زنا در نظر اسلام چی گناه است؟ یکی از گناه های کبیره که اسلام برای وی جزا مقدر کرده است این زناست. شخصی زناگار در دنیا، در همین دنیا اگر حکومت اسلامی جاری باشد، قانون قرآن جاری باشد، هم جوان و هم دختر اگر زنا کنند به شوهر و به زن باشند 100 تا زیانه زده می شود. اگر شوهردار یا جوانی همسردار زنا کند او را حکمش قتل است. در که جنایت خیانتی در برادر مسلمانش کرد، خیانتی در جامعه کرد، خیانتی در یک عائله کرد، بنابراین حکم وی قتل است. خوب اکن این امروز از سبب نبودن قانون قرآن جاری نیست، اما عذاب زناگارها در پیشگاه خدا چیست؟ یعنی عزیزان من این صحبت من برای آن نمی کنم که در میل شما این جوانهای افلاس هست و امید دارم انشاءالله شما جوانهای خوب هستید، اما به هر حال دانستن حکم اسلام برای هر یک مسلمان ضرور است. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا. بنده حقیقی خدا، بنده با ایمان، بنده که میگوید من مسلمانم، قرآن میگوید او زنا نمیکند. ولا یزنون، زنا نمیکند. یعنی با زنی مردم، با دختری مردم چشمی بد نمیکند. این است نشانی مسلمان. و من یفعل ذلک، اما هر کسی که زنا درود، هر کسی که با یک برادری مسلمانش خیانت کند، با یک عائله برادری مسلمانش خیانت کند، یلقى اثاما، او را خدا بعد از مردنش اگر توبه نکرده رفته باشد، خوب اگر توبه کند، از این کارش پشیمانی کند، آب دیده کند، خدا انشاءالله میگذرد. لیکن توبه نکرده به همون فاحشگیش، به همون افلاسیش اگر مرد، یلقى اثاما، خدا میگه او را من می اندازم در یک چاه از چاههای دوزخ. مفسرین کرام اثامه ابن عباس میگن نامی چاه است در دوزخ، یعنی نامی کامره است. اصطلاح امروز گویم کامرای تورماسکو، کامره است که خیلی عذاب جانگداز است، حتی دوزخ از عذاب وی پناه میگیرد. این کامره جزای کسانی است که در خانهش عروس دارد و با زن مردم خیانت میکنه. یضاعف له العذاب، خدا میگه بالا این با عذابهای جانگداز به او کرده میشود. و یخلد فیه مهانا، در این کامری عذاب او همیشگی جاویدان خارزار عذاب میکشد. عذاب آخرت عزیزان من مانند عذاب دنیا نیست. کامره های ترمه های آخرت مانند کامره های هفتم و هشتم کامره خمان نیست. و عذاب خدا عذاب است که درونسوز است، عذاب جانسوز است، عذاب بدنسوز است. در این کامره های دنیا عذاب سخت‌تری نیست، انسان هلاک میشود زود دیگر حس نمیکند یا بیهوش میشود دیگر عذاب حس نمیکند. اما در کامره های عذاب الهی مرد دیگر نیست، مردن نیست که دیگر از عذاب خلاص شود.
همیشگی است. از این سبب رسول اکرم در یک حدیث صحیح می‌فرماید اذا زن العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه كالظل. وقتی که بنده مومن، یعنی کسی که خوش مسلمان میگه، زنا کند ایمان از بدن وی میبرد. این شرمنده باز مسلمانه که مثلا به سبب یک ساعت خودتنده خوش از ایمان جدا کند. شخصی زناگار از نظر اسلام ایمان ندارد بود. رسول اکرم در حدیث صحیح می‌فرماید لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. بنابراین عزیزان من، در اسلام زنا نیست، در اسلام عرق نوشی نیست، در اسلام قمار نیست. شما تصور کنید جامعه‌ای که وای زناگاری نداشته باشد، جامعه‌ای که عرق نوشی نداشته باشد، جامعه‌ای که آدم کشی در وی نباشد، جامعه‌ای که دزدی در وی نباشد، چه جامعه‌ای پاکیزه است. اگر زنا رواج یافت، هیچ کس از خاندانش امین نیست.